خداوند منان عاجزانه خواهانیم که این عمل ما را و عبادات و طاعات ناقصه ما را به درگاه احدیت خویش بپذیرد و از همه ما قبول بفرماید. چند دقیقه‌ای که در خدمت شما سروران هستم پیرامون شخصیت بانوی اسلام، همسر با آقای پیامبر خدا حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از دیدگاه قرآن سخنانی شکسته عرض خواهم کرد. همانطوری که مستحضرید هرگاه سخن از علم و دین، تقوا و اخلاص، عفت و طهارت، زهد و عبادت به میان می آید، نام پرآوازه آن اسوه دین و فقاهت و آن منبع تقوا و عبادت و سعادت و هدایت سیده ساجده طیبه طاهره عفیفه زاهده سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها، زوجه با وفای پیامبر خدا و دختر سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اذهان تداعی می شود و در مجلس ها متبلور و نمایان می گردد. سخن از عایشه هست، اما نه اون عایشه‌ای که در اذهان ما ترسیم شده، نه اون عایشه‌ای که شاید از علما و ملایان و یا از کتابها و بعضی چرندیات خواندیم و شنیدیم و مطالعه کردیم. نخیر، عایشه تنها فردی است که برخلاف بقیه ازواج مطهرات دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است که بقیه ازواج مطهرات و بقیه زنان مسلمان فاقد اون ارزش‌ها و اون واقعیات و اون ویژگی‌هاست. عایشه فردی است که نه تنها تاریخ موثق و معتمد شخصیت بالا مقام ایشون را مورد تحقیق و بررسی قرار میدن، بلکه معتمدترین تاریخ، موثقترین تاریخ که قرآن عظیم الشأن، کتاب زنده و پویای الهی در هر عصر زمان از زمان نزولش تا قیامت بیانگر این واقعیت بوده و خواهد بود. امروز عایشه را بشناسید. عایشه رضی الله عنها فقط خصوصیات و ویژگی‌ها و فضائل و خلاصتا شخصیت حضرت عایشه رو از دیدگاه قرآن بررسی می‌کنم در این چند دقایق بسیار محدود. زندگی نامه ایشون رو شما برید از کتاب‌های اسلامی و غیر اسلامی، از تاریخ نویسان اسلامی و شرقی و غربی برید مطالعه بکنید و با این بانوی بزرگوار مسلمانان و این مادر مؤمنان از نزدیک آشنا بشید. همه ما باید قبول داشته باشیم، اهم از مسلمان و غیر مسلمان، که عایشه همسر پیامبر بوده و به قول قرآن عظیم الشأن النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. قرآن عظیم الشأن با زبانی گویا و شیوا و پویا همسران پیامبر را مادران مؤمنان می‌خوانند بلا استثناء. لذا عایشه مادر ماست، مثل بقیه ازواج مطهرات به چشم مادر باید بهش نگاه کنیم. اما ویژگی‌های خصوصی حضرت عایشه، حضرت عایشه در خانه قدم به عرصه وجود می‌گذارد و دنیای پهناور رو، تاریخ دنیای پهناور رو ورق می‌زند که اون خانه مملو از ایمان و تقوا و اخلاص و شور و عشق نسبت به دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. عایشه در خانه فردی به دنیا میاد هنگامی که ندای ملکوتی لا اله الا الله محمد رسول الله به گوشش میرسد. بله، همه افراد منتظرین هم که کسی اونها مشوره بده، اجازه بده
ذکر بکنن، استخاره بکنن. اما تنها فردی که بدون درنگ و بدون مشورت و بدون هیچ گونه فکر بعدی ایمان رو قبول می کند و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را می خواند و مردانه در آغوش اسلام میاد ابوبکر صدیقه. تکبیر! عایشه در خانه ابوبکر به دنیا میاد، در خانه صدیق اکبر به دنیا میاد. زمانی به دنیا میاد که ابوبکر مسلمانه، ام رومان مادرش مسلمانه، برخلاف بقیه ازواج مطهرات که زمانی که به دنیا میاد هیچ کدوم از اونها پدر و مادرشون مسلمان نبودن. دومی خصوصیت حضرت عایشه، تنها دوشیزه‌ای بود که پیامبر خدا به عقد و ازدواج خودشان درآوردن. بقیه ازواج مطهرات همه سیغه و یا به قول معروف خانه‌دار بودن، ازدواج کرده بودن، بعضیا ازدواج دومشان بود، بعضیا ازدواج سومشان رو بعد از اون. اما عایشه صدیقه تنها شوهرش پیامبر خدا است. اولین کسی که باش عقد می‌بندد محمد رسول الله است. الله اکبر. این ویژگی دوم حضرت عایشه. سومین خصوصیت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، بشنوید از زبان سرور و سالار انبیا خود رسول معظم اسلام که فرمود جبرئیل امین چندین بار در خواب پارچه سبز رنگی را از حریر نزد من آورد. فرمود ای رسول معظم اسلام، ای محمد رسول الله، هذه زوجتك فی الدنیا والآخره، این همسر شما در دنیا و آخرته. عایشه فقط تنها همسر دنیوی شما نیست، عایشه رو پروردگار از عالم بالا عقد ازدواج شما را بسته. عایشه نه تنها در این دنیا همسر شماست، بلکه در آخرت در جنت الفردوس برین به جای حوران بهشتی با عایشه ازدواج کنید. الله اکبر. این خصوصیت حضرت عایشه، هنوز ازدواج نکرده، رسول معظم اسلام پارچه رو برمی‌داره چهره حضرت عایشه متبلور و نمایان و منوره. این هست سروران عزیز خصوصیات و ویژگی‌های حضرت عایشه. حضرت عایشه پرورش یافته دامان صدیق اکبر و شکوفا شده دامان محمد رسول الله. از خانه صدیق، از بیت صداقت انتقال می‌یابد به بیت نبوت، از بوستان صداقت به گلستان نبوت، از خانه صدیق اکبر به خانه محمد رسول الله و عقد ازدواج پیامبر در میاد. این بانوی بسیار بزرگوار اسلام. در وهله اول زمانی که در خانه پیامبر خدا میاد، حضرت عایشه در برهه از زمانی قرار داره که تمامی امکانات رفاه و آسایش براش فراهمه. صدیق اکبر ثروتمندترین فرد در میان قریشه، اما زمانی که به خانه رسول معظم اسلام میاد، حضرت عایشه خانه فقر و فاقه تنگ دستی رو برای خودش ورق میزند و با تمامی این مسائل در خانه نبوت داخل میشود و در همون روزهای اول محبت خویش را در قلب محمد رسول الله جایگزین می‌کند. به جایی میرسد که زمانی که عمرو بن العاص رضی الله عنه، یکی از اصحاب بزرگوار پیامبر، وزیر حضرت معاویه، از پیامبر خدا سؤال میکند من احب الناس الیک یا رسول الله، ای پیامبر خدا محبوب ترین مردم، دوست داشتنی مردم نزد شما چه مردی؟ فرمود عایشه است. حضرت عمرو بن العاص گفت ای رسول خدا منظور از مردان بود؟ قال ابوها، پدرش. اگر از زنان منظورته، از مردان زنان بفهم که عایشه محبوب ترین افراد نزد منه، و اگر تنها از مردان از ابوها، پدر صدیق اکبره. محبت رسول معظم اسلام در قلب عایشه و بالعکس محبت عایشه در قلب محمد رسول الله. این بانوی اسلام سرور است. لذا می‌فرماید در حدیث دیگر که پیامبر خدا فرمود از زنان فقط 3 نفر کامل شدن: خدیجه، آسیه و مریم. فقزم عائشه على سائر النساء كفضل الثري على سائر الطعام. و فضیلت عایشه، رجحان و برتری که عایشه بر سایر زنان دارد مانند فضیلت غذای ترید بر بقیه غذاهاست. پیامبر خدا غذای سرید را که بخورد، غذایی که ریزی بکنی داخل بخور برای خاموش می‌ها، اینقدر خوششون می‌آورد
این هست که پیامبر خدا در آخرین لحظات عمرشان، زمانی که میخواستن دار فانی رو ودا بگن، زمانی که در مرض الوفات قرار داشتن، هر روز سوال میکردن که فردا نوبت من کجاست، فردا نوبت من کجاست. همه زنان متوجه شدن که پیامبر خدا کنجکاوی میکند که نوبت عایشه کی هست. لذا پیامبر خدا را به خانه حضرت عایشه بردن و حضرت پیامبر ایام مرض خودشان را، ایام مریضی خودشان را در خانه ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سپری کردند. بله، عایشه امروز پرستار پیامبر شده، عایشه امروز کفالت پیامبر را به عهده گرفته، عایشه امروز عاشقانه داره از پیامبر خدا، از سردار دو عالم پاسبانی و حراست و حفاظت میکند. و در آخرین لحظات عمرش، زمانی که پیامبر خدا میخواستن دار فانی رو ودا بگن و با دنیا خدا حافظی بکنن و امت اسلامی را برای ابد به عزای خودشان بنشانند، سر مبارک رسول الله در دامان عایشه صدیقه قرار دارد. سر رسول الله روی زانو و دامان حضرت عایشه قرار دارد و آخرین نوشیدنی که پیامبر خدا از دنیا استفاده می‌کند آب دهان حضرت عایشه است. ابوبکر، حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر میاد با مسواکی دستش نزد پیامبر خدا، رسول معظم اسلام در سکرات موت قرار داره، علق بر جبین پیامبر سرازیره، رسول معظم اسلام علقهای مبارکش پاک میکند و میفرماید الا ان للموت لسکرات، مردم مرگ سکرات بسیار سختی دارد. بله، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه کردن به طرف عبدالرحمن ابن ابی بکر، عایشه فهمید که پیامبر خدا علاقه شدیدی به مسواک داشت، لذا مسواکشو میخواد. لذا فرمود ای عبدالرحمن، ای برادر حضرت عایشه بود، مسواک بگیرید. حضرت عبدالرحمن مسواکشو دست حضرت عایشه داد، مسواک کمی خشن بود، پیامبر خدا ندانستن مسواک کنند. حضرت عایشه رضی الله عنها گرفتن مسواک را در دهانشون جویدن و در دهان پیامبر خدا قرار دادن و پیامبر خدا عاشقانه مسواک فرمودن و آخرین چیزی که از این دنیا بلیدن و تناول فرمودن آب دهان صدیقه کبرا بود. و زمانی که میخواستن دار فانی رو ودا بگن، پیامبر خدا در حجر عایشه، در دامان عایشه تکیه داده و عایشه چشمانش بر فراز آسمان برکشید و اللهم الرفیق الاعلی، اللهم الرفیق الاعلی، اللهم الرفیق الاعلی را خواندن و جانشان را به جان آخرین تسلیم کردند. بله، و بعد از اون غروب نبوت در خانه عایشه و بعد دفن پیامبر و محل خاک سواری پیامبر هم در خانه عایشه صدیقه است. این همه افتخارات عایشه، این همه عشقی که با عایشه داشت، از زمانی که ازدواج کرد تا زمانی که از دنیا رفت، همش در دامان عایشه رضی الله عنها و در خانه حضرت عایشه و عاشقانه با عایشه صدیقه رضی الله عنها زندگی کرد. لذا طبیعی است هنگامی که همسر اینقدر نزد شوهرش دارای عرض و مقام و ارزش باشه و از محبت اینقدر زیادی برخوردار باشه، مسلماً نه تنها بقیه زنان بلکه تمامی مردم باید نسبت به چنین همسری ادابت بکنن، بغض داشته باشن، کین توزیع بکنن. لذا قبل از وفات پیامبر خدا من ابتدا فضائل حضرت عایشه را عرض کردم و ثانیاً مسئله افنا، مسئله تهمت ناروا رو به این سیره بزرگوار را خدمت شما عرض خواهم کرد. چرا و چگونه این نامردها و این بی‌غیرتان به خودشان اجازه دادن تا در مورد شخصیت بزرگوار حضرت عایشه چنین کلمات بسیار ناسزایی بر زبان برانند و نسبت به حریم و ساحت پاک و مقدس رسول معظم اسلام اعتراف. بشنوید از زبان خود ام المؤمنین حضرت عایشه می‌فرماید پیامبر خدا عادت داشت در غزوات و جهادها و میادین پیکار و مبارزه هر زمان که میخواستن تشریف ببرن قرعه میانداختن بین همسرانشون، به قید قرعه هر زمان یکی از همسرانشون رو با خودشون میبردن. اتفاقا سال ششم هجری غزوه بنی مصطلق یا بنی المصطلق پیش آمد و پیامبر خدا عزم حرکت را و آهنگ حرکت را به طرف قبیله مصطلق کردند و اتفاقا قرعه اون روز به نام من آمد، قرعه
من دیوانه زدن به نام حضرت عایشه دارم. حضرت عایشه می‌فرماید رفتیم و غزوه به نفع مسلمانان تمام شد. پیروزی بسیار چشمگیری در این غزوه نصیب مسلمانان شد. هنگام برگشت و بازگشتن در نزدیکی‌های مدینه اتراق کردیم و شب را اونجا گذراندیم و صبح که نماز خوانده شد بانگ رحیل نواخته شد و آهنگ حرکت به صدا درآمد و مسلمانان به سوی سواریهای خودشون شتافتند تا به طرف مدینه پیروزمندانه حرکت بکنند. در این هنگام قضای حاجت برام پیش آمد، حاجت رفتن به بیت الخلا و دستشویی. رفتم و اونجا که برگشتم نگاه کردم که گردنبندم نیست. گردنبند ما خودم نبود، از خواهرم اسما به عنوان عاریت و امانت گرفته بودم. برگشتم دنبال گردنبندم، مطمئن بودم که مسلمان‌ها صبر میکنن، تحمل میکنن تا من برگردم. زنان در اون زمان چون که آیه حجاب نازل شده بود با مردم قاطی نبود، لذا هودج و کجابه ای را درست کرده بودند که دور و برش همه پرده بود. کجابه را روی شده میکنن، حضرت عایشه داخل کجابه بود. بعد اونجایی که خود عایشه رضی الله عنها میفرماید من سبک بودم و همه زنان اون زمان چیزی نمیخوردن مثل مردم امروزی ما، لاغر بودن و خیلی هم سبک وزن. لذا اونها متوجه نشده بودن که من آمدم، فکر کردن شاید آمدم داخل هودج و کجابه و سوار شدم رفتم، لذا حرکت کردم رفتم و کسی به فکر من نبود. من که آمدم نزد قافله رسیدم دیدم که بله فقط به قول معروف پس‌افکنده شترها مانده و بس و با مایاب آثاری از قافله مسلمانان و خبری از اونها نیست. با خودم فکر کردم چه کار بکنم. اگر دنبال اونها برم راه مدید و طولانی و مسیر پرپیچ و خم، لذا من شاید نتوانم اونها رو پیدا بکنم. با خودم فکر کردم که امروز همین سر جام بمونم، اونها تا دورتر برن به فکر من میفتن، یاد میگیرند و مثلا برمیگردن و از اینجا منو برمیدارن و میرن. لذا به همین امید نشستم و تا اینکه کم کم خوابم بود. در اون زمان یکی از صحابه مسئولیت داشت، مأموریت داشت پشت سر قافله بیاد و هرچه از قافله مونده هست اونها رو بردارد و به مدینه منوره ببرد. در اون غزوه اتفاقا حضرت صفوان بن معطل یکی از اصحاب بسیار بزرگان پیامبر مسئولیت این عمل را به عهده داشت. لذا من خواب بودم، چادر روی سرم گذاشته بود، روی بدنم کشیده بود، دراز کشیده بودم. ناگهان کلمه استرجاع را شنیدم، انا لله و انا الیه راجعون. به مجرد شنیدن این کلمه از خواب پریدم و بیدار شدم. نگاه کردم، فوراً صورتم را پوشاندم، روبندم را، برقم را به صورتم کشیدم. فوالله ما کلمنی کلمة و ما سمعت منه کلاما. حضرت عایشه قسم داد که قسم به خدا یک کلمه با من صحبت نکرد و یک کلمه من با اون صحبت نکردم و یک کلمه از اون نشنیدم غیر از فقط همین انا لله و انا الیه راجعون را بس. صورتشو گردان، من سوار بر شتر شدم و حرکت کردیم به طرف مدینه منوره. دشمنان کین توز اسلام، دشمنانی که همیشه مترصد و در فرصت بودن و در کمین نشسته بودن که یک جایی رخنه‌ای را و روزنه‌ای را دریابند و به ساحت مقدس رسول الله تجاوز بکنند. عبدالله بن ابی و بقیه منافقان که ظاهرا مسلمان بودند در باطن خوب و خنزیر بودند بر نسبت، هنگامی که چشمشان به من افتادن و صفوان بن معطل قالوا ما قالوا، تزمیع اطلاع تهمت را در میان مردم اشاعه و منتشر کردن و این من خبر ندارم. اتفاقا زمانی که به مدینه منوره آمدم من مریض شدم، در خانه پیامبر خدا افتادم. چند روزی گذشت، هیچی حالی نمیشد، نمیفهمیدم چی هست چی نیست، در داخل شهر مدینه چه خبر است. فقط همین نکته را میفهمیدم که پیامبر خدا اون محبتی و شور و اشتیاق و علاقه‌ای را که قبلا نسبت به من ابراز میکردن امروز ابراز نمیکنن. فقط میگن میگه کیفتیکم، مریض شما چطور است، برمیگرد و میره. خبر ندارم از همه جا. تا اینکه روزی مصطح که یکی از زنان صحابه بود آمد و در اون زمان دستشویی‌ها در خانه‌ها نبود. مدینه منوره سرزمینی بود که بالاخره دستشویی داخل خانه‌ها نبودن، دور میرفتن به مناصع، یک جا میرن شبها نوبت ازواج مطهرات و زنان پیامبر میرفتن اونجا برای قضا دادن. من با مصطح رفتم و زمان برگشت پای مصطح به گلیم گیر کرد، خود به زمین نفرین کرد مصطح را، فرزندش را، گفت خدا لعنت کند مصطح را،
تا نفرین کنند مثل حضرت عایشه خبر ندارد، همه جا با قلبی صاف و پاک و مملو از ایمان. ای مستر، چرا فردی که در غزوه بدر شرکت کرده، چرا یکی از سربازان محمد رسول الله و جان برکفار محمد رسول الله را این گونه نفرین میکنی، اجازه به خودت نده. گفت ای عایشه خبر نداری که در مورد چی گفتن؟ گفت چی گفته؟ گفت بیا که چنین مسئله افکی و تهمتی شما را با صفوان بن معطل این نامردان و بی‌غیرتان نسبت دارد. ام المؤمنین میفرماید وقتی که من این حرف را شنیدم مریضی من 1000 برابر شد. آمدم در خانه پیامبر خدا تشریف آوردم، گفتم ای رسول خدا اجازه میدهی که من به خانه پدر و مادرم برم، بلکه از نزد والدینم پدر و مادرم این مسئله رو بیشتر جویا بشم. با این فکر اجازه رخصت گرفت و به خانه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. هنگامی که نزد مادرش شتاب و مادر یا الله، ای مادر، ای جگر گوشه، این چه کلامی است که من از مردم میشنوم؟ در مورد عایشه چه میگن؟ در مورد ام المؤمنین چه میگن؟ در مورد همسر رسول الله چه میگن؟ من رو متهم به زنا کردن. مادرش عایشه میفرماید یا بنتی، ای دخترم، 100% این عمل و این حرف دروغن شاید، بخاطری که تو نزد شوهر محبوبی دوست داشتنی بخاطر این محبت و مقراض و قیچی بخورن. حضرت عایشه رضی الله عنها شب و روز خواب به چشمانشون نمیاد. رسول معظم اسلام از همه بیشتر ناراحت، همه صحابه خون گریه میکنن، در آتش خون غرقن، هیچ کدوم لبخند بر لبانشون تبسم برخش نمیبندن. پیامبر خدا مجبور میشه با اصحاب خودش به مشورت مینشیند. ابتدا حضرت عمر رضی الله عنه را این شیر اسلام و سپه سالار دین را میبرد که ای عمر، نظریه شما در مورد گفتگوی مردم با عایشه چیست؟ بشنوید سخن عمر را، بشنوید کسی که تمام قرآن عظیم الشأن در چندین جا موافقات عمر را نازل میکنه. بشنوید شخصیتی که پیامبر خدا میفرماید لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر بعد از من پیامبری باشه 100% عمر بن الخطابه. چه میفرماید ای رسول خدا، خداوندی که جسد مبارک شما را بر مگس‌های نجس حرام کرده و مگس اجازه نشستن روی جسد شما رو نداره، چگونه زنی خبیثه نعوذ بالله را در بدن شما و در دامار شما و در زندگی شما قرار میدن؟ ای رسول معظم اسلام، این حرفها همه بالاخره نشأت گرفته از بغض ادامتن. عایشه را چه کسی مرد در آورد؟ الله فرمود حمول الله هم که عایشه را به تو داده به هیچ عنوان زنی خبیثه را نصیب نیست. ولی عایشه دختری پاک و مطهره است. هر کس در مورد عایشه حرف بزن خاک بر دهانش. نزد علی کرم الله وجهه میاد حضرت علی میفرماید رسول خدا، حالا شاید این مسئله صحت هم داشته باشد، من نمیتونم چیزی بگم، ولی زن برای شما زیاد از حضرت علی این گونه مشورت میده. رسول معظم اسلام میاد نزد ام المؤمنین حضرت عایشه در خانه صدیق اکبر، میفرماید با این جملات حضرت عایشه را خطاب میکند: یا عایشه، یا عایشه، بلغنی عنک کذا و کذا فإن كنت بریئة فسیبریک الله. ای عایشه، در مورد تو این سخن را شنیدم. اگر تو بری بیگناهی، به زودی پروردگار عالم گناه تو را، بیگناهی تو را اثبات خواهد کرد. فإن كنت علمت بذنب فاستغفر الله و توبی الیه. اگر گناهی را مرتکب شدی، به سوی خدا استغفار بکن و توبه بکن. حضرت عایشه می‌فرماید زمانی که من این جملات را از زبان پیامبر شنیدم، باورم نمی‌شد که محمد رسول الله اینگونه صحبت می‌کند. باورم نمی‌شد که محبوب من داره اینگونه با من سخن می‌گوید. نمی‌توانستم جوابش بدم، انتظارش نداشتم. چی جوابی می‌دادم؟ به طرف مادرم سوال رو کردم، گفتم مادر جواب حضرت پیامبر رو بده. مادر گفت من چی جواب بدم؟ به طرف پدرم رو کردم، گفتم پدر جان جواب پیامبر رو بده. گفت ای دخترم من جوابش رو چی بدم؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در این هنگام دستانش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت ای جمله بی کسان عالم را کس، ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جوکرم تمام عالم را بس. من بی کسم و تو بی کسم را که
گوشه شما کرد گفت که صبر از همه بهتره. لذا من امروز شما رو گم کردم، اعتماد شما رو نسبت به خودم گم کردم. لذا صبر رو از خدا میخوام، هرچه خدا میخواد همون رو فیصله بکنم. در همین لحظه نشسته بودیم، ناگهان آثار وحی در اثر وجود رسول الله را میشم. من متوجه شدم تا وحی را در پیامبر نازل میشه، ولی فکر نمی‌کردم، انتظارش نداشتم که قرآن عظیم و شرافت من رو نازل بکنه. فکر می‌کردم شاید خدا در کار پیامبر چیز رو بیاره. ناگهان دیدم واقعا آثار وحی در پیامبر نازل شد و در روده‌های زمستانی اعراب، عرب‌ها و زلات عرب چون مروارید روشن از جسد رسول الله جدا می‌شد. مادر خیلی نگران بود که آیه چرا علامت. ناگهان اینجا میگه حضرت پیامبر خدا آثار وحی دور شد، فرمود ابشری یا عایشه پشتگانی بده، عایشه بشارت بده که پروردگار عالم برای خدا از ما فوق سبع سماوات اعلان کرد. اگر مریم بنت عمران زمانی که متهم شد به عیسی که زنا کرده، حضرت عیسی طفلی براءت اون را اثبات کرد. اگر زمانی که یوسف متهم به زنا شد با زلیخا، طفلی اعلان براءت کرد، اما براءتاش را خدای زمین و آسمان اعلان می‌کند. براءتاش را رب پروردگار جهانیان داره اعلان می‌کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 16 آیه متوالی در مورد طهارت ام المؤمنین. سبحان الله. کی میتونه قرآن انکار بکنه؟ کدوم فرد است که بیاد قرآن انکار بکنه؟ بله دنباله آیه میفرماید آخرین آیه الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تأیید قول عمر بن الخطاب رضی الله تعالی که ای رسول خدا، زنان ناپاک مال مردان ناپاکه و مردان ناپاک مال زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و بالعکس. لذا اگر تو پاکی همسرت باید پاک باشه. اگر کسی عایشه را بگی ناپاک، باید محمد رسول الله را نعوذ بالله خاک بر دهان خودشان بگن ناپاک. کدوم مرد هست که بگوید نسبت رسول معظم اسلام چنین حرفی را روا بداره؟ توهین به عایشه توهین به رسول الله است. اهانت به عایشه اهانت عینی به رسول الله طبق این آیه قرآن عظیم شد. و هر فردی که خودش را مسلمان بداند به هیچ عنوان به خودش اجازه نخواهد داد که به حضرت ام المؤمنین توهین کند. وگرنه توهین به ام المؤمنین توهین به قرآن، چون که 16 آیه قرآن را باید خط مطمئن بکشد. و توهین به آیات قرآن و توهین به رسول الله، توهین به الله. و چنین فردی را ما مسلمان نمیدانیم. امروز دنیا باید هوشیار بشن، دنیا باید بفهمن من مثلا خدای نکرده کوبیدن برادران تشیع هم نیست. امروز تشیع هم این مسئله را باید قبول بکنن و قبول دارن. چرا که دو تا از علمای بزرگوار اهل تشیع، علامه طباطبایی در تفسیر بسیار معتبرشان المیزان و آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، این آیات را در شأن حضرت عایشه صدیقه بیان کردن که این 16 آیه متوالیاً برای براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه نازل شده. لذا کسی باقی نمیماند که ما اون را بکنیم. ولی متاسفانه افرادی هستند که هنوز هم نسبت به ام المؤمنین زبان گشایی میکنن. این چنین افرادی را نه شیعه مسلمان میدانند و نه اهل سنت. اینها از دایره اسلام پردند. لذا متاسفانه متاسفانه امروز در جامعه اسلامی ما در کشور جمهوری اسلامی ایران با وجودی که عرض کردم روی این مسئله اتفاق نظر دارن شیعه و سنی که حضرت عایشه زوج پیامبره، حضرت عایشه محبوبه پیامبر بوده و این آیات در مورد حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه نازل شده و هر کسی قبول نکنه واقعا اون شیعه است و سنی، اون مسلمان نیست در حقیقت. ولی با این وجود جالب گلایه بکنیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که هنوز هم به بعضی از شیعیان تندرو که نه از اسلام خبر دارن، نه از قرآن خبر دارن، نه از تفاسیر خودشون خبر دارن، نه از علمای خودشون خبر دارن، یک عده یاوه‌گو و ملاهای منافق صفت با پوشیدن لباسهای روحانیت و پشت منبر و تلویزیون و صدای سیما قرار گرفتن یک کلماتی و جملاتی را بر زبان میارن که خاک بر دهان شما. این جملات شایسته صدیقه کبرا نیست. این جملات شایسته
یک مسلمان نیست واقعا. لذا برن مصنفین خودشان را، مؤلفین خودشان را کتاب‌های اینها رو مورد بررسی قرار بدن. المیزان یکی از کتب‌ها و تفاسیر موثق اهل تشیع، همه قبولشون دارن. تفسیر نمونه آیت الله مقارم شیرازی نوشته، یکی از بزرگترین مفسران و یکی از بزرگترین محققان اهل تشیع و بسیار دیگر از مفسران که من اونجا نرفتم. ولی متاسفانه باز هم متاسفانه امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران کتاب‌های نعوذ بالله به نام عایشه فاحشه چاپ می‌کنن و منتشر می‌کنن. ای وای بر شما، صد بار و چنین افرادی خاک بر دهانشون، قلمشان خدا اونها را با قلمشان به جهنم بفرستد. و یا در مورد در بعضی کتاب‌های دیگر چنین توهین‌های بسیار بزرگی را نسبت به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه می‌کنند که من خودم چند کتاب را دیدم. اینها رو نمی‌دونم دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه جلو اینها رو نمی‌گیره و جلو این افراد ایستادگی می‌کنه، در حالی که شما همه دون دیدید، خود بنده هم دیدم. حضرت مقام معظم رهبری در سخنرانی که داشتن حضرت عایشه را به ام المؤمنین یاد کردند. لذا کسانی چنین افرادی و چنین نویسنده هایی که با قلم یاوه‌گویانه خودشان کلماتی را بر روی کاغذها نقش میکنند و یا به زبان میآورند، اینها واقعا شیعه و سنی نیستند. اینها نه پیرو خط ولایت فقیه هستند و نه پیرو اهل سنت. من نمیدونم چه افرادی هستند. خداوند متعال را خواهیم و شاکریم و از خداوند متعال آرزومندیم که جلوی این افراد را هدایت بکنه و اگر قابل هدایت نیستن خداوند متعال حالا از صفحه گیتی براندازد. چیز افرادی که به خلفای راشدین، چیز افرادی که به عشره مبشره، کسانی که قرآن عظیم باشند، احادیث پیامبر، احادیث متواتر پیامبر در مورد شخصیت‌های این بزرگواران به خصوص ام المؤمنین که قرآن عظیم باشند، اون را مادر مؤمنان میگه. کسی که مادر خودش را فاحشه بگوید اون مادر ندارد، اون بی مادر به دنیا آمده، اون زانیه هست. خودش به این ظلمات پدر مادر حقیقی نداشته به الله بزن، وگرنه چه کسی به خودش اجازه میده به مادر مؤمنین اینجوری توهین بکنه؟ لذا باز هم از مسئولین امر تواضع‌مندیم که جلوی اینطور کتاب‌هایی که نشر میشن بویژه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسانی که چنین یاوه‌گویی‌هایی میکنن نسبت به خلفای راشدین و ازواج مطهرات بویژه حضرت عایشه بگیرن، وگرنه اگر قرار به نوشتن باشد ما اهل سنت هم می‌نویسیم، ما دسته‌های ما رو نشکسته، ما هم بالاخره مصنفین داریم، مؤلفین داریم، اگر قرار به نوشتن باشد شب روز ما هم می‌نویسیم. ولی در اسلام توهین کردن درست نیست. هر کس مسلمان باشه توهین نفرین را قبول نمی‌کند. اسلام مخالف این مسائل است. همینطور که شب روز شما از مسئولین طبقه بالا میشنوید که آمریکا داره شب روز حرف قلدرانه و یک سویانه را میزنه و به قول معروف قدرت خودش را به رخ دیگران میکشند. امروز واقعا بعضی‌ها هستن در نظام جمهوری اسلامی ایران ما همین مسائل را دارن بالاخره مطرح میکنن. هر چی به دهنش آمد گفت، هر چی به دستش آمد نوشت. این مسائل یا چاپ کرد یا انتشار کرد. هزار جا می‌بینن برای نوشتن لعنت بر امت. اگر قرار به نوشتن باشد تازه این صبر اهل سنت هم لبریز خواهد شد. در هر چی دیدن از چشم خودشون برمی‌گیرن. لذا جوری اینطور افراد فضول و بی‌غیرت و نامرد رو بگیرن و خدای نکرده سبب اختلاف بین مسلمانان و آحاد امت نشه. اهل سنت در کنار برادران تشیع برای حفظ نظام جمهوری اسلامی سهیم بودن و حل بود و بارها عرض کردیم که اگر کسی بخواد نظام جمهوری اسلامی ایران رو و یا مذهب اهل تشیع و تسنن رو بخواد خدشه‌دار بکنه، به خدا قسم ما 100% متیقنیم که همین جوانانی که امروز اینجا نشستن حاضرن تا آخرین قطره خونشان دفاع بکنن. تکبیر! یک ایرانی واقعی که از خاک ایرانی و میهنمان رو دوست داریم و هر تقاضاهایی داریم که جلوی اینطور مجلات یا نشریات رو و یا بقیه مسائل رو بگیرن و کتاب‌ها و رساله‌ها رو و خدای نکرده ایجاد اختلاف بین مسلمانان نکنن. از خداوند متعال خواهیم که اهل واقعی عمل را بکنند. الله جل حب حضرت عایشه ام المؤمنین را و حب بقیه ازواج مطهرات را و حضرت علی کرم الله وجهه را و بقیه بزرگواران حسن و حسین را در قلوب ما زنده و پویا بگرداند و ما رو از پیروان راستین امهات المؤمنین بگرداند.